چالش 30 روزه گیلانه و غذاهاش. اولیش دیوونتون میکنه، دیلدو کنی. من بهنام رستمی هستم و خوشحال میشم توی این 30 روز با من همراه باشین. بریم برای آموزش دیلدو کنی. برو بریم. برای درست کردن دیلدو کنی، این غذای گیلانی خوشمزه که شبیه همون بادمجون شکمپر یا گوجه شکمپره، اولین مرحله اینه که گردوها رو توی نمکیا رو با این سنگی که کنار رودخونه ها پیدا میشه و بهش میگن سنگ مشته حسابی بسابین. این روش قدیمی برای درست کردن گردوه. الان دیگه میتونید توی دستگاه هم بسابینش. اینجوری باید بگیرید تو دستتون و حالا میدونین دیلدو کنی یعنی چی؟ این یه غذای گیلانیه با یه اسم عجیب غریب که خیلی‌ها فکر میکنن زشته، ولی نه اصلا زشت نیست. دیلدو کنی، دیل که یعنی دل، دوکولن هم یعنی ریختن. دیلدو کنی یعنی اینکه شکم پر، یعنی توی دلش دوکودید، ریختید و شکم پر شده. حالا اینکه با چی شکم پر شده مهمه. یه سری مواد خیلی خوشمزه که امیدوارم شما هم حتما درستش کنید و لذتش رو ببرید. حسایی باید بسابید که این قشنگ له بشه. بعد از اینکه گردو رو حسابی سابیدین، نوبت اضافه کردن یه سری مواد خوشمزه به این گردو هاست. اول باید سیر رو رنده کنیم. 2 حبه سیر رو که ریز رنده کردین به گردوهایی که سابیدین اضافهش میکنیم. حالا رب انار ترش میریزیم توش. اینم از رب آلوچه. حالا وقت اضافه کردن سبزی‌های محلیه که هم میتونین از سبزی‌های تازه استفاده کنین هم از خشکش. به خالواش و چوچاق احتیاج دارین. البته مقدار مواد لازمش رو توی کپشن دقیق براتون می‌نویسم. ادویه هایی که به مواد شکمپرمون اضافه میشه گلپر و نمک و فلفله که میریزیم توش. حالا باید سر گوجه رو ببرید و شکمش رو خالی کنید، بریزید تو مواد شکمپرتون. بعد این گوجه رو با موادی که درست کردین پر میکنید و باقی ماجرا. سعی کنید گوجه پاره نشه. به این صورت. برای ویدیوی اینستاگرام میخوام از توی گوجه بریزمش داخل مواد شکمپر، واسه همین دارم این خورده ها و ریز شده ها رو دوباره میریزم تو شکم گوجه. بفهمید. حالا گوشتای توی شکم گوجه رو به مواد شکمپرمون اضافه میکنیم. حالا مواد شکمپرمون رو قشنگ با هم مخلوط میکنیم. البته شما میتونید با قاشق هم این کار رو انجام بدید. اینم از مواد شکمپر ما که میره تو شکم گوجه و بادمجون و بی‌نظیر میشه. البته یه مقدارشو میذاریم کنار، کار داریم ما. حالا باید پوست بادمجونا رو بگیریم و بعد تلخیشون رو بگیریم. چه جوری؟ اینکه بهشون نمک میزنید، میذارید نیم ساعت 40 دقیقه بمونه و یه زردابی ازش خارج شه که اون تلخیشه. با این کار موقع سرخ شدن هم روغن کمتری به خودش میکشه. پوستشون رو بگیریم. حالا باید به این بادمجونا نمک بزنیم. برای گرفتن تلخی بادمجونا یا باید بهشون نمک ریز بزنین یا هم که آب نمک درست کنین، بادمجونا رو بزنین توش تا اون زردابش خارج شه و بعد خشکش میکنیم و سرخش میکنیم. اول آب نمک. من جلوه‌ای ویژه میدم برای اینستاگرام. بعد از حدود نیم ساعت ببینید آب رنگش چجوری شده. این زرداب بادمجونه که ازش خارج شده و تلخیش دیگه الان گرفته شده. حالا این بادمجونا رو بشویید که نمک اضافهش گرفته شه، خشکش کنید و بیاین سرخش کنیم. من بادمجونامو شستم و حالا باید حتما خشکش کنید که میندازیم تو روغن نپاشه. خوب نشد. بازم خوب نشد. اینم مشکلات اینستاگرامه. عالی شد.
حالا وقت سرخ کردن بادمجوناست که باید دور تا دورش رو کامل سرخ کنین. فقط یه نکته داره که الان بهتون میگم. نکتهش اینه که هیچ وقت روغن کم نریزید. روغن زیاد موقع سرخ کردن باعث میشه بادمجونتون یا هر چیزی که دارین سرخ میکنین روغن کمتری به خودش جذب کنه. نکته‌ای نداری؟ نه. بادمجونامون قشنگ به اندازه سرخ شدن و الان باید از روغن درشون بیاریم، شکمشون رو یه برش ریزی ایجاد کنیم، یه جوری که پاره نشن. یه ذره یه برش ریز ایجاد میکنیم که اون موادی که درست کردیم رو بریزیم تو شکم بادمجون. نمیدونید چقدر این غذا خوشمزه است. شکم بادمجونا رو خیلی آروم یه برش ریز روشون ایجاد کنیم. شکم گوجه و بادمجونا رو با این موادی که آماده کردین پر میکنین. مشخصه چقدر خوشمزه میشه دیگه. خیلی جذابه نه؟ یه مقدار از مواد شکمپری که درست کرده بودین رو هم نگه دارین برای سس غذاتون که باید با آب انار ترش رقیقش کنین. همش میزنین. دوباره بگو. حالا باید این موادی که درست کردیم و بریزیم رو گوجه ها و بادمجونایی که شکمشون رو پر کردیم. به به به، عجب چیزی شده، به خدا خیلی خوشمزه است. بگم؟ وقتی شکم گوجه و بادمجونا رو پر کردین، توی تابتون یه ذره روغن بریزین و اینا رو بچینین توش، بعد سس رو بدید روش. گرفت زدی؟ بله. خب گوجه و بادمجونا رو هم چیدیم توی تابه و حالا این سس خوشمزه رو میریزیم روش، درش رو میذاریم که یه مقدار جا بیفته و به روغن بشینه. تموم میشه کار. واقعا میتونم بگم این دیلدوکانی یکی از خوشمزه ترین غذاهای گیلانیه. درش رو بذارین که تقریبا یه نیم ساعت 40 دقیقه آروم بپزه و به روغن بشینه. من یه برنجم برای کنار این دیلدوکانی درست کردم که بریم برش گردونیم تهدیگ خوشمزه‌ش رو ببینیم. دستم هم نمیسوزه. تهدیگو ببین آخه، بیا جلو نگاه کن تهدیگشو. این تهدیگو فکر کن کنار این دیلدوکانی، بادمجون و گوجه شکمپر. آخ 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 چه عطر و بویی داره، جاتون خالیه واقعا.
اینم از اولین غذای چالش 3 روزه گیلانه و غذاهاش. پیشنهاد میکنم این غذا رو حتما درست کنین، فوق‌العاده خوشمزه است. حتما هم با تهدیگ بخوریدش که عالی میشه. جاتون خالیه واقعا.